بعضی از انسانها میگویند ویروس کرونا قافله است که برای کافر و مسلمان مداخله داره، یا اینکه بعضی از انسانها میگویند ویروس کرونا کافر و مسلمان نمیشناسه، کافر و مسلمان در یک قافله هستند. چنین نیست عزیزان و بزرگواران. میخواهم این را بگویم، کافر کسی هست که قهر و غضب پروردگار عالم بالایش هست. انسان مؤمن کسی که مورد رحمت و مشمول رحمت پروردگار عالم قرار میگیره. الله به صراحت بیان میکنه خیلی چیزها هست که شما اونها را شر میپندارید، او به خیر شما هست. خیلی چیزها هست که شما اونها را خیر میپندارید، او به شر هست و او به نفع شما نیست. این است عزیزان و بزرگواران، کافر در قافله غضب پروردگار عالم هست، مسلمان در قافله رحمت پروردگار عالم می باشه. عزیزان، ویروس کرونا برای کفار عذابه، برای مسلمانان فاسق و فاجر تنبیه و اخطار هست، برای مسلمانان شایسته و نیکوکار و انسانهای مخلص سبب کفاره گناهانشان میشه و سبب رفع درجاتشان میشه. عزیزان و بزرگواران، امروز من و شما وقتی که میبینیم اون وحشتی که کفار از ترس و از خوف ویروس کرونا داره، مسلمان نباید این وحشت را داشته باشه، به خاطر که اگر مسلمان دوچار این مریضی شده سبب کفاره گناهانش میشه. اگر مسلمان به این مریضی از دنیا رفت شهادت نصیبش میشه. اما برای کافر این ویروس قهر پروردگار، غضب پروردگار عالم هست. مرگ مسلمان در ویروس کرونا شهادت، مرگ کافر در ویروس کرونا عذاب و هلاکت است. عزیزان و بزرگواران، خیلی فرقه. از زبان بعضی انسانها شنیده میشه که ویروس کرونا کافر و مسلمان نمیشناسه. ویروس کرونا، این ویروس در هر قافله‌ای که چی مسلمان باشه و چی کافر داخل میشه. بله ما هم میدانیم، بله وقتی عذاب آمد خشک و تر به پای هم میسوزه، اما فرقش زمین و آسمانه. مرگ مسلمان به وسیله و توسط ویروس کرونا شهادت، مرگ کافر هلاکت و عذاب هست. عزیزان و بزرگواران، من و شما بنده الله هستیم، من و شما در این زمین آمدیم تا الله را سجده کنیم. این ویروس تنبیه و اخطاریه برای مسلمانانی که از الله غافل شده بودند، مسلمانانی که شریعت شکنی کرده بودند، مسلمانانی که از الله فاصله گرفته بودند. الله این ویروس را برای مسلمانان بیخبر، برای مسلمانان غافل به خاطر تنبیه و اخطار آورده. عزیزان من، اما مسلمانی که به این ویروس گرفتار شده، این رحمت الله است، گناهانش میریزه، سبب کفاره گناهانش میشه. اون گناهانی که سالها برداشته بوده توسط این ویروس تکان داده میشه. اگر او مسلمان توسط این ویروس از دنیا میره، عزیزان و بزرگواران، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این انسان از زمره شهدا محسوب میشه. بار اله پروردگارا، مسلمانانی که به این ویروس مبتلا شدن، پروردگارا اونها را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگارا اونهایی که توسط و به وسیله این ویروس کرونا از دنیا رفتن، بار اله اونها را در زمره شهدا محشور بدار.